عرض ادب خدمت استادم هستم. خواستم یه تشکر ویژه بکنم ازش بابت تمام این زحماتی که این چند ساله برای من دلسوزانه از صمیم قلب داشته. نمیدونم با چه زبونی بگم یا چجوری بتونم جبران کنم این زحماتشو. این مدال قشنگه. سلامت باشی. یعنی هر کاری که از دستم بر بیاد بکنم یا با هر مدالی فکر نکنم بتونم ذره‌ای از زحماتش جبران کنم. صمیمانه دستشو میبوسم و امیدوارم که لیاقت اینو داشته باشم بتونم جبران کنم براش تمام زحمات. این مدالم تقدیمش که امیدوارم ازم راضی باشه.